و به آنها گفت: زنهار از طمعکاری حذر کنید، زیرا که حیات آدم به فراوانی دارایی وی وابسته نیست. و مثلی به آنها گفت: کیشزار یک مرد ثروتدار حاصل فراوانی آورد و در دل خود اندیشه کرده گفت: چی کنم؟ مادامی که برای انبار کردن حاصلات خود جای ندارم. و گفت: چنین میکنم، انبارهای خود را ویران کرده کلانترش را بنا میکنم و در آنجا تمام غله‌دانه و تمام دارایی خود را جمع می آورم. و به جان خود می گویم: ای جان من، دارایی بسیار برای چندین سال داری، فراغت کن، بخور، بنوش و دماغ چاقی کن. ولی خدا به وی گفت: ای نادان، خود امشب جانت را از تو طلب می کنم، پس آنچه ذخیره کردی نصیب کی می شود؟ چنین است حال کسی که برای خود گنج شاغل می کند ولی پیش خدا ثروت ندارد. و او به شاگردانش گفت: بنابراین به شما می گویم برای حیات خود غمخواری نکنید که چی بخورید، نیز برای جسم خود که چی بپوشید. حیات از خوراک و جسم از پوشاک مهمتر است. به زاغان نگاه کنید، آنها نمی کارند، نمی دروند، نه گنجینه دارند، نه انباری، و خدا به آنها روزی می رساند. پس شما از پرندگان چقدر بیشتر ارزنده هستید. و کیست از شما که با غمخواری خود قامتش را یک ذراع بلند کرده تواند؟ پس اگر شما از عهده چنین کار خردترین برآمده نتوانید، چرا به دیگرش غمخواری میکنید؟ به سوسنها نظر کنید که چگونه نشأ و نما مییابند، نه مهنت میکنند و نه میریسند. لیکن به شما میگویم که سلیمان هم با تمام جلال خود چون یکی از آنها لباس نپوشیده است. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز است و فردا به تنور انداخته می شود چنین بپوشاند، شما را ای سست ایمانها چقدر از آن بهتر پوشانده می تواند. و شما در جستجوی آن نباشید که چی بخورید یا چی بپوشید و از غم آسوده باشید، چون که قومهای جهان در جستجوی همه این چیزها می باشند. لیکن پدر شما می داند که شما به این چیزها احتیاج دارید. بلکه ملکوت خدا را بطلبید و همه این برای شما علاوه خواهد شد.